این گزارش سفر من و همسرم به شهر هانجو هست که قرار مسابقات آسیایی چین در اون برگزار بشه. من با اتوبوس به ایستگاه مترو خط 2 رفتم که نزدیک برج شانگهای هست که از اونجا به ایستگاه راهن شرقی شانگهای برم. در ایستگاه مترو معمولاً شیرینی‌های خیلی خوبی میتونید پیدا بکنید. با ذائقه ما هم خیلی جوره. من اینجا 2 تا قیف‌خامه گرفتم و با خودم به ایستگاه بردم. شانگهای 2 تا ایستگاه راهن داره، یکی در شرق یکی در مرکز. اینجا ایستگاه راهن شرقی شانگهای هست. وقتی که وارد این ایستگاه میشید شما در 3 مرحله چک امنیتی دارین. یکی مرحله ورود به محوطه ایستگاه راهن، دوم ورود به سالن‌های انتظار پشت در گیت ها و سوم از گیت به پلتفرم ها. نکته مهم دیگه این هست که اگر خارجی باشین و در چین بخواید مسافرت بکنین، علاوه بر بلیت آنلاین باید در محل راهن هم بلیت کاغذی تهیه کنید. اینجا محل ورود به سالن اصلی راهن هست. بعد از این مرحله همونطور که گفتم اگر خارجی باشین باید بلیت کاغذی تهیه بکنید و معمولا صفحاش کوتاهه اما خیلی طول میکشه تا نوبتتون بشه، چون چینی‌ها خیلی گفتگو میکنن موقع خرید. بعد از این مرحله وارد چک امنیتی قسمت دوم یعنی ورود به سالن‌های انتظار میشین. اگر خارجی باشین باز هم نمیتونید به شکل اتوماتیک عبور بکنید و باید یک افسری پاسپورت شما رو ببینه و چک بکنه. در این ایستگاه راهن غذاخوری‌های بسیار متنوع چینی وجود داشت، از غذا تا تنقلات و انواع شیرینی‌ها. برخی از شیرینی‌های چینی رو با ذائقه ما جوره، اما غذا بیشتر همون فست فودها برای ما مناسب هست. خود من یا سراغ KFC میرم یا مکدونالد و یا سابوی که در این ایستگاه هر سه تاشون بود. این نقضه فروشی که دارم بهش نزدیک میشم دقت بکنید، اینا خیلی شبیه لواشکن ولی لواشک نیستن و یه نوع غذای گوشتی هستن. بالاخره گیت باز شد و چک امنیتی آخر هم انجام شد. خیلی سریع باید خودمون رو به قطار میرسوندیم چون تأخیر داشت و اعلام میکردن که سریعا سوار بشید. فاصله شهر شانگهای تا هانجو حدود 170 کیلومتر است و با قطار 1 ساعت میشه که به اونجا رسید. اینجا ایستگاه راه آهن شهر هانجو هست. بعداً متوجه شدیم که این شهر هم 2 تا ایستگاه راه آهن داره، یکی در شمال و یکی تقریباً در مرکز شهر. چندین خط مترو در ایستگاه راهن هانجو قابل دسترسی بود. یکی از این خطوط به سمت هتل ما میرفت و فقط 2 ایستگاه فاصله داشت. بنابراین بلافاصله سوار مترو شدیم و خیلی زود به محل هتل رسیدیم. وقتی پیاده شدیم شب شده بود و برج‌های اطراف رو خیلی کوتاه تونستیم یه نگاهی بندازیم و بریم به سمت هتل. بر اساس تجربه‌ای که در این مدت در چین داشتیم، رسپشن ها در هتل ممکنه سوالات عجیب غریبی از آدم بپرسن، از جمله اینکه اسم دقیق محل کار، آدرس دقیق محل زندگی، وسیله نقلیه‌ای که باهاش به اون شهر رسیدین، از جمله مثلا هواپیما، قطار و حتی ممکنه بلیت قطار رو هم بخوان ببینن. ولی بالاخره این خوان رو رد کردیم و به اتاقمون رسیدیم. وسایل رو گذاشتیم، کمی استراحت کردیم. من از پنجره نگاهی به بیرون انداختم و بعد آماده شدیم که بریم بیرون برای شام. در نزدیکی هتل روی نقشه جایی مشخص بود که تجمعی از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها هست و ما به همون سمت حرکت کردیم. در مسیر پیاده روی مثل همیشه متوجه شدیم که صدای ترافیک خیلی کمه، صدای ماشین‌ها و موتورشون خیلی کم شنیده میشه. ولی این رو بر اساس تجربه شانگهای و سوال پرسش متوجه شده بودیم که برای حل مشکل آلودگی هوا تدابیری هست که ماشین‌های برقی خریداری و استفاده میشه در چین خیلی زیاد، جوری که هم آلودگی صوتی و هم آلودگی هوا رو تعدیل کرده. در مسیرمون به این پل زیبا رسیدیم که روی یه رودخونه بسیار آروم بود و در کنار رودخونه پارکی بود که قدم زدن و دوچرخه سواری و ماهیگیری در اون انجام میشد.
از کنار رودخونه ما مسیرمون رو به سمت آدرسمون که قرار بود رستورانی در اونجا پیدا بکنیم ادامه دادیم. وقتی بالاخره به مقصد رسیدیم همه این فروشگاه‌ها رو بررسی کردیم و هیچ کدوم غذای غیر چینی نداشتن. در نتیجه دوباره راهو کج کردیم، از همون مسیری که اومدیم برگشتیم برای مکدونالد. فردا صبح اول وقت رفتیم برای صبحانه به بوفه هتل. بوفه صبحانه در هتل‌های چینی معمولاً غذاهای بسیار بسیار زیاد و متنوعی داره، ولی طبیعیه که خب با ذائقه چینی‌ها هماهنگه و چینی‌ها اصولاً صبحانه‌ای که برای ما یا اروپایی‌ها صبحانه محسوب میشه در لیست غذاشون ندارن صبح‌ها. به رغم اینکه غذاها متنوع، رنگارنگ و ظاهر بسیار فریبنده‌ای داره، حداقل من 3 دور این بوفه رو چرخیدم تا بتونم یه بشقاب صبحانه برای خودم از بین این همه غذا پیدا بکنم. غالباً غذاهاشون تند و یا شیرین و یا تند و شیرین هستن. به علاوه گوشت اصلی که اینجا مصرف میشه گوشت خوک هست، اونم از نوع چربش که طبعاً با ذائقه ما ایرانی ها خیلی هماهنگی نداره. ما بالاخره موفق شدیم یه بشقاب صبحانه برای خودمون پیدا بکنیم. این بشقاب همسرم هست و این هم بشقاب من. البته همسرم شجاعت بیشتری در تست چیزهای جدید داره معمولاً، که بعد از تمام شدن بشقابش یک ظرف بزرگ نودل هم مجدداً از آشپزخانه خاصی که در دل همین بوفه برای مسافران نودل حاضر میکنن گرفت. اینم اضافه بکنم که در این بوفه علاوه بر این همه غذا یک یخچال دسر هم بود که توش چندین نوع کیک و دسر بود. بعد از صبحانه بلافاصله به سمت ایستگاه مترو رفتیم تا خودمون رو به دریاچه غربی شهر هانگجو برسونیم. دریاچه غربی یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های توریستی شهر هانگجو هست، هم به دلیل زیبایی دریاچه و پارک‌های اطرافش، هم به این دلیل که چندین جاذبه توریستی دیگه در نزدیکی این دریاچه قرار داره. از ایستگاه مترو که پیاده شدیم تا محل یکی از ورودی‌های دریاچه راه زیادی نبود و اون رو پیاده رفتیم. اینجا ورودی پارکی هست که در مجاورت دریاچه قرار داره. از اینجا به بعد رو من چند عکس انتخاب کردم از بازدیدمون از کنار دریاچه، ولی لینک ویدئوی کاملی که از این بازدید تهیه کردم رو در قسمت توضیحات میگذارم و امیدوارم که بتونید اون ویدئو رو هم ببینید و لذت ببرین. واقعاً منطقه بسیار زیبا و جذابی بود.